good news. Uh-huh. Just asking for the price for motorbike. Just A motorbike. Yeah, yeah. Okay. So you are helping me with motorbike as well. Amazing. Amazing. واقعا اینا آخرشن. با من اومد همه جا رو نشونم داد. میگم که حالا گرونه ارزونه برام موتور داره پیدا میکنه که موتور اجاره کنه. دیشب رسیدم دیگه، هوا تاریک بود و شارژم تموم شده بود دیگه. نه گفتم که امروز صبح براتون از جایی که اجاره کردم ویدیو بگیرم. اینجا الان ساعت 7 صبح که با صدای خروسا و سگا و اینا از خواب بیدار شدم. چقدر واقعا صدای روستاها با شهر فرق داره. هتلی هم که اجاره کردم هتل خوبیه، خیلی تمیزه و همه چیز خیلی نیت و مرتب بوده. ایرکان هم داره، نسبت به قیمتش خب خیلی خوب بوده. و از همه مهمتر این که هم اینجا یه دونه میز دارم، هم بیرون یه دونه برای کار کردنم میز دارم که دیگه راحت میتونم بشینم و روی تخت خب خیلی سخته آدم مدت طولانی بشینه بخواد کار انجام بده. 2 تا هم تخت 2 نفره دارم که خب دیگه جا به اندازه کافی هستش و اتاق خیلی بزرگه. ولی حموم و دستشویش جالبتر بوده که در واقع خیلی بزرگه. اینجا رو من از همون booking.com گرفتم. برای 4 روز که گرفتم شد 110 پوند. به عنوان یه مثلا باجت هتل باجت یا تو این قیمت ها فکر میکنم که خوب باشه. مهمترین چیزش تمیزیشه و جایی هم که هستش 4-5 دقیقه بیشتر با ساحل فاصله نداره و جای شلوغ جزیره هم نیستش که خب این خیلی پوینت خوبی بوده. حالا میرم بیرون و بهتون این منطقه رو و این جزیره رو نشون میدم. خب از هتل اومدم بیرون ببینم که میتونم یه موتور اجاره کنم یا نه. ببینیم هم که اصلا کجا رو اجاره کردیم. بالا رو هم که نگاه میکنم چون میبینید که اینجا این نارگیلا از درختا میفته و کلا تو آسیا این نارگیل وقتی که میفته رو سر آدما بیشتر میکشه تا موارد دیگه. خلاصه همیشه بالا سرش آدم باید نگاه بکنه. اینجا خیلی جزیره خیلی جالبی هستش و خیلی هم لوکال همه چی و خوشم اومدش. خیلی وایب توی روستا رو به آدم میده، خلوت اصلا چیز نیستش. دیشب هم که اومدیم هتل رو بالاخره تونستم که یک شب خوب بگیرم بخوابم. خیلی ریلکسینگ و خوب بودش. حالا بریم اینجا ببینیم که میتونیم امروز موتور اجاره کنیم یا نه. اوه 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 اینا ببین چیزن، یعنی سگ و با خیلی چیز. چقدر سگ داره اینجا آدم هم نمیدونه. من یه بار توی یادم نمیاد کدوم کشوری با موتورم داشتم میرفتم، ببین یه 3-4 تا سگ خیلی وحشی حمله کردن. واقعا شانس آوردم چون نزدیک بود دیگه اصلا با موتور از جاده هم برم بیرون، چون جادهش همین طوری بودش و فکر بکنیم که حالا بخوای سرعت هم بری که سگه نگیره چه خبر میشه. الان که من جرئت نکردم برم چون واقعا نمیدونم که بعضیاشون واقعا دیوونه هستن و چی میگن وحشی هم هستن، ممکنه بیاد آدمو گازم بگیره. حالا این موتور بایک شاپه که اونجا بود به خاطر سگا نتونستیم بریم حالا یه جای دیگه.
میبینید دوستان، بعضی موقع آدم تو سفر باید کلا مواظب آسمون باشی که نارگیل نیفته رو سرت. سگا هم باید خیلی حواستون باشه، چون برای خودم این مسئله پیش اومده. هتل من توی اون خیابون بعدی هستش، اینجا هم حالا یه خیابون اصلیه. این سمتمونم ساحله که حالا قدم میزنیم میریم، حتما ساحل هم میبینیم. So Marilyn, you said you wanna be a blogger, right? Yes, hello, You wanna, good morning. you wanna. Oh my goodness, you have the talent. No, I Good was. morning, welcome to my life. از هتل اومدم بیرون، داشتم راه میرفتم My friend. که یه خانومی ازش آدرس پرسیدم و واقعا فیلیپینیا میگم خیلی آدمای مهربونی هستن. کلی اومد به من همه جا رو نشون داد و همه چی هم داره بهم توضیح داد که خب By the way, girls, good news. I'm just asking for the price for motorbike. Just a asking. motorbike. Yeah, yeah. Okay, so you are helping me with motorbike as well. Amazing. Amazing. واقعا اینا آخرشن. با من اومد همه جا رو نشونم داد. میگم که حالا گرونه ارزونه، برام موتور داره پیدا میکنه که موتور اجاره کنه. خب اینجا هم هتلیه که گرفتم، خیلی جالب بود. اومدم به رسپشن گفتم که موتور میخوام، 10 دقیقه بعدش برام کلید آورد، گفتش که این موتور اینم رسپشن هتل هستش که واقعا چقدر کمک میکنن. حالا بریم با هم موتور رو ببینیم و بخوایم اولین تجربه موتور سواریمون توی فیلیپین. اینم هوندا کلیک هستش که خیلی موتورهای خوبی هن. من همیشه میام هالیدی این نوع موتور رو اجاره میکنم چون درایوش و اینا خیلی خوبه. حالا با موتور بریم جزیره رو ببینیم و به شما هم نشون بدم. خب موتورم خیلی خوب بودش و همونی که دقیقاً میخواستم. حالا یه خوردم درایو بکنیم. البته این کار رو اصلا رکامند نمی کنم که با یه دست کامera بگیرید، با یه دست درایو بکنید، ولی خب حالا یه ذره با همدیگه درایو بکنیم. خب رفتیم موتور رو امتحان کردیم، خیلی خوب بودش. چقدر هم راحت بود اینجا رنت کردن. همین به هتل تو رسپشن گفتم و کمکم کردش. 10 دقیقه بعدم آوردن. جالبه که نه گواهینامه چک کردن نه پاسپورتمو خواستن و قیمتش هم شد 350 پزو که میشه تقریبا فکر میکنم 5-6 پوند برای هر روز. چون تو این جزیره اگر موتور نداشته باشیم خب دیگه خیلی سخت میشه. کلا با موتور خیلی بهتره. ولی خب اگر میخواین جایی موتور بگیرید واقعا باید مطمئن باشید که مسلط هستید، چون واقعا با موتور خیلی خطرناک میتونه باشه اگر حالا رانندگیتون خوب نباشه. اینجا نوشته Turtle Nesting Area، یعنی جایی که لاک‌پشتا تخم گذاری میکنن. البته من که لاک‌پشتی ندیدم ولی خب احتمالاً زیاد باید داشته باشه این جزیره. خب امروز هم اومدیم این بیچ وایت سندی بیچ توی پانگلا. تقریبا با هتلی که گرفتم یه 2-3 دقیقه فاصله داره و سلام. و بیچ جالبی هستش و خیلی خلوت و سنگ شنی سفید هستش و آبش هم خیلی خوبه. حالا الان برای اولین بار توی این سفر
برم توی آب ببینیم که به چه صورت هستش و جای خیلی ریلکسینگیه. شما هم میتونین ببینید. خوبیش هم اینه که زیاد شلوغ نیستش، یعنی البته هنوز من نتونستم اینجا آفتابو بگیرم به خاطر اینکه اینا الان توی فیلیپین کلا داره فصل بارون تموم میشه، وارد خشکی میشه. به خاطر همین مثل حالا تو ویدیو قبل که دیدید که یه دفعه بارون اومد، از اون صحنه های بارون شدیدم ممکنه بیاد که حالا امیدوارم که تو این چند ساعتی که اینجا هستم نیادش. اینجا هم ریزورت هایی هستن که کنار ساحل هستن و دریاش هم که میبینید که چقدر تمیز و قشنگه. ولی خب خیلی خوب نگهداری میکنن، خیلی تمیزه. من الان دارم 10 دقیقه اینجا راه میرم، واقعا یه دونه آشغال ندیدم که طبیعتمون هر چقدر هم که قشنگ باشه ولی اگر قدرشو ندونیم و محافظت ازش نکنیم چیزی ازش باقی نمیمونه، مثل خیلی از کشورها که این بلا سرشون اومده. حالا گرسنه‌ام هست، خیلی گرسنمه. ببینم که اینجا چی میتونیم پیدا کنیم که یه غذایی هم بخورم. توی آبم میرم، حالا ویدیو هم میگیرم براتون. البته من شنا بلدم ولی شنام خوب اونطوری نیستش که خیلی مسلط باشم و اعتماد به نفس داشته باشم مثلا خیلی برم دور، چون آدم میترسه دیگه. یه دفعه همینطوری الکی تو فیلیپین غرق نشیم و این ویدیوها خاطره نشه ازمون. نه شوخی میکنم، من کلا آدم خیلی مواظبی هستم. خب میبینید که چقدر آب دریا تمیز هستش و بسیار بسیار تمیز و قشنگ هستش. ساحل خیلی قشنگی داره. حال اینجا پنگلا کلا جزیره توریستی قشنگیه، حالا جای توریستی هم خیلی زیاد داره. من که هنوز وقت نکردم و جای زیادی رو از این جزیره ندیدم. حالا حتما تنبلی رو میذارم کنار رو به قول معروف میرم جای مختلفش هم میبینم. قایقم میشه اجاره کرد، فکر میکنم اینم آیدیای بدی نباشه از این کایاکا که آدم بره یه دوری بزنه. ولی یه چیزی که تو این سفر یه خورده اذیتم کرد، بذارین ببینمتون بهتون بگم. یه چیزی که اذیتم کرد غذای اینجا بود. من زیاد غذای فیلیپین رو دوست نداشتم، یعنی تمام رستوراناشون یه بوی خاصی میده، نمیدونم با چه روغنی درست میکنن. پالم اویل نیسته، چون پالم اویل خب همه جای آسیا استفاده میکنن، ولی با یه چربی خوکه. نمیدونم هر چیزی که میگیرم اون بو رو میده که اصلا جالب نبود و به قول معروف یه خورده از لحاظ غذایی چیز شدش دیگه، حالمون گرفته شد. چون حالا هر چقدرم جایی میری خیلی قشنگ باشه ولی خب غذا خیلی چیز مهمی هستش دیگه. به خاطر همین این مسئله غذا یه خورده اذیت کرد دیگه. فست فود خوردنم دیگه واقعا خسته شدم، یعنی تو این یه هفته بیشترشو دارم فقط میخورم برگر یا پیتزا که خوب نیست دیگه. حالا امیدوارم که غذاهاشون هم یه چیزی که باب میل ما باشه و اون بو رو نده پیدا بکنم. خب ساحلم ببینید که چقدر از ساحلش خیلی خوشم اومد، خیلی تمیز و مرتب هستش و همونطور که میبینید خوبیش هم اینه که اصلا شلوغ نیستش که آدم بعضی جاها خب خیلی ساحل‌های خوبی داره ولی انقدر شلوغه و انقدر آدم کنار هم نشستن که دیگه چیز میکنه دیگه، زیاد جالب نیست. ولی اینجا همونطور که میبینید خیلی هم خلوته
و عالیه. فقط یه خورده باید هوا رو مواظب باشیم، چون این ابرایی که میبینید هر لحظه ممکنه بترکه و بارون هم اینجا وقتی که میگیره دیگه انگار که زیر دوش هستی. حالا امیدواریم که امروز اینطوری نشه. خب حالا یه خورده بریم تو آب ببینیم که آب دریا چطوره. ولی یه خورده باد میاد، وقتی هم که باد میاد یه خورده سرد میشه. ولی الان بریم داخل آب ببینیم که چه خبره و آب فیلیپین به بدن میخوره چه شکلی میشه. تا حالا اینجا نرفتم دریا، ولی خب خیلی ساحل قشنگیه، از ساحلش خیلی خوشم اومد. خب بریم توی دریا ببینیم که دریاشم امتحان بکنیم. آب خیلی تمیز و تقریبا گرمی هم داره، اصلا سرد نیستش. عالیه، جای همه شما خالی باشه و تجربه جالبی بود. خیلی هم اینجا سیکیوریتیش بالاست، یعنی تا وسیلت رو میذاری یه نفر میاد بالا یه چکی میکنه، احتمالاً هم مواظبش هستش دیگه، چون به هر حال برای اینا خیلی مهمه که توریست که میاد یه موقع حادثه ای اتفاق نیفته. چقدر آبش ولی اینجا زلاله. این گوپرو رو من روز آخر اصلا قصدی نداشتم که بیام اینجا این ولاگا رو درست کنم دیگه، از برادرم گرفتم گفتم بذار ترای میکنم ببینم چطوری میشه و دیگه حالا هم الان نمیدونم این گوپرو رو میتونم بکنمش زیر آب، بازم ریسک نمی کنم، چون اگر یه موقع اتفاقی بیفته دیگه من میمونم و بدون دوربین و دوست دارم که این ویدیوها رو بتونم بگیرم. حالا زیر آب و چیز میکنیم دیگه، بیخیالش میشیم. خب همونطور که میبینید چقدر تمیز آبش و چقدر زلاله، یه خورده هم داره گودتر میشه، ولی خب به شنا کردنم اطمینان دارم که اگرم گود شد به قول معروف یه موقع غرق نشیم اینجا. ولی خیلی نمیدونم شما هم میبینید یا نه، ولی تمام زیر دریا مشخصه، سنگا، ماهی ها رو بعضی موقع میشه دید که چقدر آب تمیز و زلالی داره. یه خورده به هوا مشکوکم که ممکنه بارون بگیره، ابرای خیلی زیادی دارن، این سیاهه خیلی داره مشکوک میزنه. هواشناسی هم که چک کردم گفتش که یعنی نشون دادش که احتمال بارندگی زیاده. بارندگیش هم به مثل دیروز بعضی موقع واقعا انگار که زیر دقیقاً دوش نشستی، چون با موتورم هستم خیلی سخت میشه. به خاطر همین حالا دیگه میرم که یه غذا پیدا بکنم بخورم و یه موقع هم به بارون نخورم. قشنگ مشکوکه، میبینید این سیاهه، مطمئنم که تبدیل به بارون میشه. بادم داره از این بر میاد، اینا میان به زودی بارون میگیره. حالا بریم که غذا
پیدا کنیم. اینم که بوهول بیچ کلاب که اینا همه ریزورت هستن دیگه. غذا پیدا کردنم که واقعا یه داستان خیلی پیچیده ایه اینجا. من اصلا بد غذا نیستم، ولی اون روغنی که استفاده میکنن، بویی که غذاشون میده، واقعا نمیدونم که برای چی هستش و یه بوی خیلی بدی داره. تو تمام غذاهاشونم من هر چی امتحان کردم اون بوه رو میداده. احتمال میدم که از روغنی که استفاده میکنم باشه. خب اینجا هم که میبینید توریست ها رو همینطوری با از این کشتی ها سوار میکنن، میبرن میگردوننشون و جالب بود. به عنوان تجربه اول جالب بود، ولی خب تو این سفرم حالا برنامه ریزی کردم که جاهای خیلی بکر و جزیره های دورترش هم برم که هم خیلی قشنگتره هم خلوتتره. حالا با هم دیگه توی این سفر هستیم و از زیبایی های فیلیپین لذت میبریم. خب فرار کردم، اومدم یه جایی که حالا رستوران اینجا، غذاشم که میبینین دیگه فقط چیکن گرفتم، ولی نوشته فلیمینگ چیکن کوارترز، یعنی 1/4 مرغ که با آتیش میاد. حالا نمیدونیم با آتیش میاد چطوریه، ولی خب ببینیم دیگه. واقعا با فایر آوردنش جالب بودش. حالا آتیشش زیاد مهم نیست، امیدوارم که مزهش خوب باشه. Thank you so much. It was really fire. I wasn't expecting that. Wow, it looks so hot. Thank you. قیافش که بد نمیاد. خب این مرغ با سبزیجات، برنجش هم که میبینین چه سایزیه. حالا برای من که غذا زیاد نمیخورم اوکیه، ولی اگه یه نفر خیلی مثلا غذاش زیاد باشه، سایز غذای اینجا خیلی کمه. Yeah, you can take it. Thank you. این غذا شدش با یه دونه کوک شد 400 پزو. 400 پزو تقریبا میشه مثلا 6 پوند. البته به پوند بخوایم حساب بکنیم خب آره میگیم قیمتش ارزونه، ولی توی فیلیپین برای درآمدهای خودشون مثلا 400 پزو پول غذا دادن واقعا یه مثلا مبلغ زیادی میشه و خیلی از مردم نمیتونن مثلا حالا افورد بکنن. حالا بریم غذا رو بخوریم ببینیم که چه مزه‌ایه. خب یه سس داره که طبق معمول سساشون همه شیرینن. حدس میزنم ببینیم که چه مزه‌ایه. شیرینه یه خورده ولی بد نیستش، خوبه. خب پیشبینی من درست بود و چه بارونی اصلا، یعنی مگه داریم یه همچین بارونی اصلا. نگاه کن ببین که واو چقدر دقیقاً انگار که زیر دوش وایستادی. واو خب اینطوری میشه که اینجا با یه 10 دقیقه بارون اومدن اینطوری مثل حالت سیل را میفته. حالا فکر بکنید که اگر این 1 ساعت بخواد بباره چه سیلی میشه. Are you enjoying the rain? Not so. No. I love it. It looks beautiful. Yeah. But I'm afraid it doesn't get, flooding. That's gonna be. Like our guest is just, we're having this one, they're just walking around here, holding them, going to room. Luckily, I'm on 2nd floor, Yeah, so don't I will be safe. I will be safe in my room. خب خدا رو شکر اتاق من طبقه دوم هستش و سیلم بیاد طبقه دوم من جام خوبه، ولی
حالا الان دیگه نمیتونم برم بیرون، ولی واقعا چیز میکنه دیگه، مردمو افکت میکنه، چون خیلیا خونه های چیز ندارن دیگه، خونه هایی که مثلا محکم باشه، مقاوم باشه. و وقتی که اینجا از این سیلا یا تایفون میاد، حتما دیگه تو خبرها و اینا دیدین که چقدر خسارت میزنه. چقدر اینا مهربونن. ببین برام شیرینی هم گرفتن. I really appreciate that. Thank you so much. So this is a Filipinian dessert, right? Yeah. Okay. We call it toron. Toron. Yeah, toron. It's made with banana. Baklava. Ah, baklava. Okay, nice. Well, thank you so much. I really appreciate that. Tomorrow I'm gonna buy you, you know, something. I will. Thank you so much. واقعا مهربونن. این هم گفتش که یه دسر فیلیپینیه که مثل باقلوا میمونه. بارون هم که 10 دقیقه‌ای نه بیشتر، یه 20 دقیقه نیم ساعت طول کشید و بند اومد.